شک نیست که برای فعلا مبارزه میدانی و جنگ عملی در برابر ملیشه‌ها و مزدوران رژیم نظامی دشمن را سربازان مجاهد و غیور اردوی اسلامی افغانستان به پیش میبرد. ولله الحمد در میدان جنگ دست بلند و مورال بسیار قوی دارند و در طی هر روز ضربات کوبنده بر دشمن وارد کرده و فتح پاسگاه های دشمن، کشته شدن دهها ملیشه های آنان و همچنان غنیمت کردن وسایل جنگی آنان دلالت بر دست بلند مبارزین و مجاهدین و سربازان اردوی اسلامی ما دارد. اما اگر نیاز دیده شود هر فرد این مملکت برای دفاع از نظام اسلامی، ارزش‌های دینی و همچنان برای دفاع از تمامیت ارضی آماده و تا پای جان در خدمت ایستاده هستند. در این راه هر فرد این مملکت، اعم از علمای کرام، مردمان علمی و اکادمیک، استادان پوهنتون‌ها و مکاتب، جوانان و محصلان و مردم عوام آماده قربانی بوده و هیچگاه هم جان شیرین خود را در برابر دفاع از نظام اسلامی و مملکت دریغ نخواهند کرد. مردم افغانستان بخصوص علمای کرام ایستادگی و مبارزه در برابر متجاوزان بخصوص رژیم ظالم نظامی پاکستان را جهاد برحق دانسته و شهادت در این راه را مرگ با عزت تلقی میکنند.